حرکت اپوزیسیونی فعلا فعالیتش در تاجیکستان ممنوع. گروه 24 روز 8 دکامبر سال 2023 با نشر یک صورت تصدیق کرد که مقامات آلمان عضو این گروه بلال قربانلیف متخلص به عثمان را که از ماه اکتبر در آلمان برای ویران کردن قانونهای بود و باش در بازداشت قرار داشت، هنوز روز 24 نوامبر به تاجیکستان اخراج کردند. قربانلیف یکی از آنهایی بود که در پایان ماه سپتامبر در حمله با تخم به ماشین پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر برلین اشتراک داشت و همسفانش حالا از آن در تشویشند که او را در تاجیکستان به صورت ناگزیر به خطر عذاب و شکنجه و حکم طولانی زندان دچار می شود. بلال قربانلیف بعد از عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از سابقه‌داران حزب نیز در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که در اول سال جاری از آلمان به تاجیکستان اخراج و در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد. اینک دومین نفر از مخالفین حکومت تاجیکستان است که مقامات آلمان در سال 2023 به تاجیکستان اخراج کردند. بنا به اظهارات گروه 24 بخش اخراج اداره مهاجرت آلمان در شهر خوف خبر داده است که این نهاد عضو گروه 24 بلال قربانلیف را که 24 اکتبر سال روان از جانب پلیس شهر زیندورف آلمان برای رعایت نکردن قاعده‌های اقامت در این کشور بازداشت شده بود به تاجیکستان استرداد کردند. وکیل دفاع قربانلیف خبر داده است که اداره مهاجرت روز 24 نوامبر درباره به تاجیکستان اخراج کردن بلال قربانلیف قرار قبول کرده است و خود همان روز بخش اخراج این نهاد قربانلیف را به تاجیکستان اخراج کرده است. به گفته ادوکات قرار اخراج موکلش به او تنها روز 27 نوامبر یعنی پس از 3 روز اخراج او رسیده است. وکیل دفاع قربانلیف تاکید کرده است که از این عمل به گفته او غیر قانونی اداره مهاجرت به دادگاه شکایت برده به آلمان برگردانیدن و طبق قانونهای آلمان جزا دادن او را تقاضا خواهد کرد. هرچند تجربه تلاش‌های ناکام برای برگردانیدن عبدالله شمس‌الدین نشان می‌دهد که امکانی از تاجیکستان به اروپا پس آوردن برده شده ها خیلی ناچیز بوده. تا حال همگی یک استثنای اولین و آخرین داشت و آن هم بازگشت شراف‌الدین گدایف در سال 2019 بود. مقامات تاجیکستان تا کنون رسما درباره اخراج بلال قربانلیف از آلمان یگان اطلاع رسمی نشر نکردند، ولی در صحیفه‌های ترال‌های حکومت خبری به تاجیکستان اخراج شدن بلال قربانلیف هنوز روز 6 دکامبر نشر شده بود. از جمله پرویز سفروف نام نفر روز 6 دکامبر در فیسبوک نوشت که قربانلیف بلال را که با نام عثمان معروف است مقامات قدرتی تاجیکستان در گرمان دستگیر کرده به جمهوری تاجیکستان بردند. بنا به نتیجه گیری این نفر از این برمی آید که کارمندان حفظ حقوق تاجیکستان خیلی باقوت شده اکنون از دولت‌های اروپایی نیز ما را دستگیر کرده می توانند. چند نفر دیگر از طرفداران حکومت در زیر این مطلب اظهار نظر کردند که اکنون عثمان برای تخم زدن ماشین پرزیدنت و صحنه‌چوایش درباره مقامات حفظ حقوق تاجیکستان پورا جواب خواهد داد.